هفته گذشته معاون اول دادستانی نویه سینا سهراب سلیمزاده و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی دوی این نویه ظفر اسماعیل زاده به دلیل تفتیش نادرست پرونده عذاب و عقوبت مدینه محمدجانова از کار برکنار کرده شد. سهراب سلیمزاده از جمله به آن ابداع شده است که غیر قانونی قرار آزاد کردن گمانبر شونده اساسی عزیزه دولتova را امضا کرده است. این قضیه تنها بعد دخالت شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی تحت تفتیش مشرکافانه قرار گرفته و معلوم شد که مقامات حفظ حقوق نویه سینا میخواستند این پرونده را حل و فصل کنند. رستم امامعلی روز 1 نوامبر در ملاقات با رهبران مقامات حفظ حقوق پایتخت و سپس پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه روز 2 نوامبر حکومت تاجیکستان روی روز گفتند که در پشت کوشش پوشانیدن پرونده مدینه محمدجانova کروپسیا ایستاده است و چند منصبدار بدنفس ایستادند. معلوم می شود که سهراب سلیمزاده اینک بار دوم از مقامش با جرم دست زدن به قانون شکنی رانده می شود. اگر مبارزه با کروپسیا در کشور درست برا مانده می شد، هیچ امکان نداشت که سهراب سلیمزاده بعد بار یکم رانده شدنش از منصب معاون دادستان حربی گارنیزون سوخت در مقامات دادستانی نه فقط برقرار شود بلکه به مقام بلند معاون اول پروکورور نویه سینا برسد. یقینا در بازگشت او باز هم کروپسیا و خویش و تباربازی نقش داشته است. سهراب سلیمزاده برادرزاده شیرخان سلیمزاده یک عضو در گذشته پرنفوذ حکومت است که در وقتش در مقامهای بلند دادستانی کل رئیس اجنسی مبارزه با کروپسیا، رئیس اجنسی ضد مواد مخدر و رئیس فدراسیون اتفاق کسبه کار کرده است. سامانه اخبار 3 سال پیش در یک مطلب با نام از نان دهان عسکر بچه ها میزد برکناری معاون دادستانی حربی سوخت خبر داده بود که سهراب سلیمزاده ماه دکبر سال 2018 از مقام معاون دادستانی حربی گارنیزون سوخت به دلیل آشکار شدن موردهای فراوان کروپسیا در بخش تأمین خوراکواری برای قسم‌های نظامی مستقر در ولایت سوخت برکنار کرده شد. در گزارش با تکیه به خلاصه تفتیشات گفته می شد که سهراب سلیمزاده از وظیفه‌اش سوء استفاده کرده با ریاست اجنسی تأمین اموال مخصوص در ولایت سوخت شرطنامه بسته و با امکانیت‌های داشته‌اش نوع‌های گوناگون محصولات را تونه به کشور وارد کرده به اجنسی اموال مخصوص می سپارید. بعداً اجنسی این محصولات را به قسم‌های نظامی مستقر در ولایت سوخت تقسیم می‌کرد. به گفته همصحبتان اخبار، سهراب سلیمزاده توسط شرکت‌هایی که در روی کاغذ به نام دیگران ثبت شده در اصل به خود او تعلق داشتند، تأمین قسم‌های نظامی با محصولات مثل کنسرو های گوشتی، ماهی، تخم و روغن زرد را مونوپول کرده بود. این محصولات به قسم‌های نظامی نه فقط با نرخ نسبتاً به بازار چند مرتبه قیمت‌تر بار کرده میشد، بلکه اکثر وقت صفت خیلی پست داشته، استعمالش برای سلامتی سربازان ضرر داشته است. اجنسی تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت تاجیکستان با آنکه صدها میلیون سومانی پول بودجه را میچرخاند، یک نهاد خیلی ناشفاف باقی مانده از فسادزده‌ترین نهاد دولتی نام برده می شود. سهراب سفرزاده تقریباً 14 سال باز در ساختارهای دادستانی حربی کار میکرد و از سال 2014 معاون دادستانی حربی گارنیزون سوخت بود. جریان حادثه‌های بعدی نشان داد که جین سابق دادستانی کل از این پرابلم به آسانی خلاص خورده در دادستانی باز مقام بلند گرفته است. این بار ببینیم که آیا کار او به کجا خواهد کشید.